نصب کاروان یدککش رو آموزش میدیم. اول کاروان 4 تا جک داره، جک‌ها رو میدیم بالا. با چرخ پژو یکی رو از بعد میایم اینجا این توپون رو باید بیاریم بالای چیزه. اول این دامنش رو میدیم بالا، توپون رو بندازیم روی گوی. اول این سیمو خلاص میکنیم، در میاریم دامن رو از این انگشت پایینی داره بالا میشیم. دقت داشته باشید این زیر این گوی یه دونه پیچ هست، اون پیچ رو باید صرف کنیم که اینو جذب کنه. اول که اینو میندازیم اون باید اندازه این گوی رگلاژ کنیم، اون پیچ اورنگی داره باید اون سفتش کنیم. بعد چیز کردیم این جک رو میدیم بالا، جک رو میدیم بالا. وقتی جک دادیم بالا دوباره میندازیم روی گوی. خب حالا جک رو میدیم پایین. چرخ سوم تا آخر میدیم بالا، اون افتاد دیگه جاش. بعد میریم این گفتن سر جاش، این قفلش رو میزنیم. خب قفل زدیم، این پینش رو جا میکنیم، پین رو میزدیم پین آخر. این بچه ها پین رو بازی شدن برداشته، من از سینجوش یه دونه پین بشتستم. پس اینا سیم بکسرهای محافظ، اینا باعث میشه که کاروان اگه گوش یه لحظه بند کنه اینا کاروان نگه دارن. یکی میخوره اون یکی دیگه به اون یکی میکنه. حالا سیم بکسر رو هم 2 تا وصل کردیم. بعد این سیستم ترمز اتومات داره که با ماشین جلویی وقتی ترمز بزنیم فقط جمع میشه. این پمپ اتومات
چرخ‌ها رو فعال میکنه، روغن به چرخ‌ها میده که باعث میشه ترمز بگیره. بعد میایم سیم برق چراغ‌های کاروان رو وصل میکنیم به ماشین که هر موقع اینجا سیمش میاد اینجوری وصل میشه. بعد میبندیم و حرکت میکنیم و تمام. کاروان ما آماده سفره. بفرست برای کسایی که میخوان کاروان بگیرن یا کاروان دارن میخوان طریقه نصب کاروان به یدکش رو آموزش ببینن. ممنونم.